خب، با سلام خدمت همراهان. جعفر براری هستم، تریدر و تحلیلگر بازار سرمایه. با اولین سری آموزش مستریدر جهت بازار فارکس در خدمت شما هستیم. هدف از این آموزش اینه که چطور به یک تریدر سودده تبدیل شیم. از نظر من ترید شامل دو قسمته: بحث تکنیکال که 30% و بحث روانشناسی بازار که 70% ترید رو شامل میشه. با توجه به اینکه تو جلسه فشرده 3 ساعته داریم مجموعاً 6 ساعت و زمان کمی هستش، خب زودتر من صفحه نمایشم رو با شما به اشتراک میذارم تا بتونیم روی چارت و نمودار با هم صحبت کنیم. یک بار دیگه هم خدمت دوستان میگم 2 ساعت اول جهت آموزش هستش، از قسمت ابتدایی توضیحاتی میدیم. این کلاس بیشتر به درد افرادی میخوره که چند سال حداقل داخل بازار سرمایه 1 سال 2 سال بودن، یه سری آشنایی دارن و میخوان این شرایطی که همش ضرر میکردن رو اصلاح کنن تا بتونن سودده بشن. شاید برای کسی که مبتدی و هنوز هیچ اطلاعاتی نداره حالا خالی از لطف نیست، ولی بیشتر شامل این افراد میشه. خب اون صفحه اشتراک بذاریم رو شما. خب دوستان، صفحه چارت رو میبینید یا خیر؟ اگر میبینید یه اوکی بدید، اگر صدای ما اوکی هست شروع کنیم. اجازه بدید من وبکم رو هم خاموش کنم که صفحه نمایش برای شما بزرگتر باشه. خب صفحه نمایش رو به صورت کامل داره دیگه، درسته؟ خب ابتدا از این که چارت از چی تشکیل شده؟ از کندل ها. کندل ها چی هستن؟ کندل ها اطلاعات قیمتی در بازه زمانی رو به ما نشون میدن. الان ما تو تایم روزانه هستیم، دیلی. هر یک کندل عمرش 1 روزه. وقتی میایم تو تایم 15 دقیقه، عمر هر کندل میشه 15 دقیقه. حالا کندل چیه؟ گفتیم اطلاعات قیمتی. یک کندل رو بخوایم از نزدیک بازش کنیم که شامل چی میشه، نگاه کنید. این کندل خوب بزرگتره، بهتر میشه به شما نشون بدش. این کندل قرمز رنگ رو توجه کنید. ما یه دونه اوپن کندل داریم، این میشه اوپن کندل. یک کلوز کندل داریم، یکی بالاترین قیمت و یکی پایین ترین قیمت. اوپن یعنی جایی که قیمت باز شده، کلوز جایی که کندل قیمت بسته شده، بالاترین و پایین ترین هم مشخصه. حالا این چیزی که توضیحشه، اما در عمل چی میخواد به ما بگه؟ الان مثال خدمتتون میگم. این قسمت که اوپن شده، فروشنده ها زورشون زیاد بوده، قیمت رو آوردن تا پایین، تا پایین ترین قیمت. خریدارا یک کم زور زدن، تونستن قیمت رو ببرن دوباره بالا، اما در انتها زور فروشنده ها بیشتر بوده و قیمت رو اومدن زیر قیمت اوپن بستن. یعنی این کندل داره به ما نشون میده که زور فروشنده ها بیشتر بوده. حالا این چه تأثیری، چه کاربردی تو ترید داره؟ حالا در جایگاه خودش این کندل، این صحبت هایی که با ما میکنه به ما یه سری نشونه ها میده. این پس شد در مورد کندل که هر کندل 4 تا قسمت داره: اوپن، کلوز، بالاترین قیمت و پایین ترین قیمت. در مورد کندل های سعودی و سبز رنگ، قسمت اوپن میشه پایین، کلوز میشه بالا. این تفاوت بین کندل نزولی و سعودی هستش. پس این شد در مورد کندل. حالا بازار چیه؟ این همه خط و خطوطی که داخل بازار میکشیم بابت چیه؟ بابت اینه که ما بتونیم نقاط عرضه و تقاضا، یا همون مقاومت و حمایت، یا سقف کف، یا قله و دره، اسمش متفاوته، تا اینا رو بتونیم مشخص کنیم. یعنی تمام این خطوط و کارهایی که انجام میدیم برای اینکه بفهمیم کدوم نقطه برای خریدارها جذابه
و کدوم نقطه برای فروشنده تا بفروشن. کل این خط خطوط و کارهایی که انجام میدیم برای تعیین نقاط عرضه و تقاضا است. خب این نکته اول که ابتدایی ترین حالتش. خب میرسیم به نقطه مهم، نقاط عرضه و تقاضا یا همون مقاومت و حمایت. نگاه کنید، مقاومت و حمایت دو تا حالت داره، یکی استاتیک، یکی داینامیک. استاتیک همیشه ثابت هست، در طول زمان تغییر نمیکنه. 1 سال پیش هم اگر اون نقطه رو ببینید بهش بازار واکنش نشون داده، در آینده هم واکنش نشون میده، به این میشه استاتیک. داینامیک چیه؟ داینامیک تغییر میکنه، بر اساس اینکه قیمت تغییر میکنه، زمان تغییر میکنه، نقاط داینامیک هم تغییر میکنه و همیشه ثابت نیستش. خب بیایم اول در مورد مقاومت و حمایت استاتیک صحبت کنیم. این نقطه رو شما نگاه کنید، قیمت یک بار برخورد کرده ریخته، دوباره اومده بالا برخورد کرده و ریخته. معنی مقاومت یعنی نقطه‌ای که در گذشته جلوی رشد قیمت رو گرفته و قیمت نتونسته از اون نقطه بالاتر بره. حالا حمایت چیه؟ یا نقطه تقاضا، یعنی نقطه‌ای که قیمت قبلا در اون نقطه از ریزش بیشتر قیمت جلوگیری کرده و باعث شده از اون نقطه قیمت به سمت بالا حرکت کنه، به این میگن حمایت. نگاه کنید، حالا بریم تو تایم روزانه که یه مثال واضح تر خدمتتون نشون میدم. چند روز گذشته تحلیلی از اونس در تایم روزانه هم گذاشته بودم، اگر دقت کرده باشید. نگاه کنید این نقطه رو، این مقاومت، یک بار قیمت بهش برخورد کرده ریخته، دوباره برخورد کرده ریخته، دوباره برخورد ریخته، دوباره برخورد ریخته. این یعنی مقاومت، یعنی اینکه نقطه‌ای که هر زمان قیمت به اون میرسه نمیتونه از اون بالاتر بره، فروشنده زیاده، نقطه عرضه است. حالا این نقطه رو نگاه کنید، این نقطه حمایتیه، نقطه تقاضاست، قیمت بهش رسیده رفته بالا، بهش رسیده رفته بالا، بهش رسیده رفته بالا، به این میگن نقطه حمایتی، نقطه حمایت و مقاومت استاتیک. بچه‌ها خوب، من در الوکام قبلا کلاس برگزار نکردم، نمیدونم صدام و مانیتور رو خوب دارید یا نه. اگر اوکیه یه اوکی بدید که من ادامه بدم. اوکی. خب این شد نقاط مقاومت و حمایت استاتیک. حالا داینامیک چیه؟ داینامیک گفتیم بر اساس اینکه قیمت تغییر کنه و زمان تغییر کنه تغییر میکنه. خط روند یک نمونه از حمایت و مقاومت داینامیکه، یعنی قابلیت تغییر داره. نگاه کنید، اینجا الان حمایت بوده، اومده بالاتر، اینجا شده حمایت، اومده این نقطه، اینجا شده حمایت، اومده بالاتر، این شده حمایت، یعنی تغییر میکنه. یه نکته‌ای که خدمتتون بگم، اگر بخوایم در درجه اولویت قرار بدیم، حمایت و مقاومت استاتیک برای ما مهمترن به نسبت داینامیک. نه اینکه داینامیک مهم نباشه، ولی اولویت با استاتیک. خب یه سری از مسائل هستش، نکنید شما خیلی از جاهایی که شاید آموزش دیدید یا مطالب خوندید این رو دقیق برای شما بیان نمیکنه و خود من هم توی این مسیری که بودم خیلی وقتا گمراه میشدم و هیچ وقت نتیجه یا جوابی براش پیدا نمیکردم که تو طول زمان خودم به این تسلط رسیدم. شاید سوال شما هم باشه، اینها رو هم خدمتتون توضیح میدم که اگر مانعی برای شما هست برطرف بشه. اگر هم سوالی غیر از این مسائل بود در انتها یک ساعت آخر اختصاص میدیم به پرسش و پاسخ. نگاه کنید، خیلی هم میپرسن که آقا ما قرار حمایت و مقاومت بکشیم، از کجا باید بکشیم؟ از این شادو باید بگیریم، از قیمت بسته شدن باید بگیریم، از کجا باید بگیریم؟ ما همیشه میگیم اولویت ما تعداد برخورده،
یعنی زمانی که میخوایم یه خط بکشیم جوری میکشیم که تعداد برخورد بیشتری داشته باشه. مثال دارم خدمتتون بگم، اگر ما این خط رو بیاریم روی این قسمت که نقطه سوم برخورد میکنه، اینم برخورد داشته ولی دو تا دیگه برخورد نداشتن، ما همیشه در حالتی میذاریم که تعداد برخورد بیشتری باشه. شما در قسمت بسته شدن کندل ها بذارید اینجا برخورد بیشتره. یه جای دیگه فکر کنید، حالا من میریم جلوتر مثال بهتون نشون میدم، قسمت شادوها برخورد بیشتری داره، میذاریم رو قسمت شادو. اما اگر در یک حالتی باشه که تعداد شادوها برخوردش با بسته شدن کندل ها یکی باشه، در هر دو حالت 4 تا فکر کنید برخورد دارید، اون وقت اولویت ما میشه قسمت بسته شدن کندل ها، یعنی این قسمتی که الان دارم میذارم خدمتتون بسته شدن. اما اگر تعداد برخوردها در شادوها بیشتر باشه میذاریم رو شادوها. اگر در یک حالت مساوی بود 4 تا برخورد شادو داشتیم، 4 تا حالت بسته شدن، اولویت میاد رو بسته شدن، این برامون مهمتره. خب این تو تایم‌های پایین‌تر که راحت‌تر بتونیم مثال و نمونه پیدا کنیم. نمونه حمایت مقاومت استاتیک داینامیک، ببخشید داینامیک. نگاه کنید، این یک حمایت داینامیک. چرا؟ هر سری برخورد کرده، قیمت اومده بالاتر، کفای بالاتر ساخته و هر سری این حمایت ما جابجا شده، به این میگیم داینامیک. البته اینجا یک کاناله، یعنی به غیر از خط روند ما میتونیم یک کانالی هم ترسیم کنیم. کانال 2 تا خط روند داریم، نگاه کنید. الان شاید شما بگید آقا این چه جور کانال کشیدنه، این 2 تا نقطه زده بالاتر. خب برای ما ملاک نیستش. چرا ملاک نیست؟ الان اینو بیارم بالا، چه اتفاقی میفته؟ 2 تا برخورد داره با سقف کانال. اما وقتی میارم پایینتر، 1 برخورد، 2 برخورد، 3 برخورد، 4 برخورد، 5 6 7، این اعتبار کانال ما رو میبره بالاتر. خط روند یا کانال هرچی تعداد برخورد بیشتری داشته باشه، اون خط روند و اون کانال از اعتبار بالاتری برخوردار هستش. شما میگی خب 2 تا زده بیرون، خوب زده باشه بیرون، اینا رو به عنوان فیک حسابش میکنه. چرا؟ بازار به این حالت عمل میکنه، یه فیک میده که شما فکر کنید آقا پس شکسته دیگه، حالا وارد بایشم میبینیم میریزه، شکسته دیگه وارد بایشم میبینیم میریزه. این گول زدن های بازار و جمع کردن نقدینگی، حالا که رفتیم جلوتر خدمتتون توضیح میدم. خب یه نمونه دیگه بریم. ها کنید این یه خط روند دیگه. ها کنید از اتصال کفها و سقف‌ها به هم شما میتونید خط روند یا کانال بکشید. نکنید این یه خط روند دیگه. ما در نزول معمولا سقف‌ها رو به هم وصل میکنیم، در صعود کف‌ها رو، ولی خب هر دو هم میشه انجام داد. نگاه کنید این یکی دیگه، این شد یه خط روند. شاید شما بگید آقا یک کم زده بیرون، این یک کم زده بیرون، اصلا برای ما اهمیت نداره. چرا اهمیت نداره؟ اگر من اینو بکشم پایین، درسته این دو تا خیلی خوشگل در میادش، اما این برخورد رو نمیتونم بگیرم. میبینی اولویت ما تعداد برخوردهای بیشتره. هر چی تعداد برخورد بیشتر بشه، اون کانال یا اون خط روند اعتبار بیشتری برای ما داره. اینجا رو نگاه کنید. این یه مقاومت داینامیک، یه برخورد، 2 برخورد، 3 برخورد، اومده پایین دوباره یه برخورد. دیدید؟ این میشه داینامیک. حالا یه سری مسائل اینا ساده است، خب ولی شاید یه سری از بچه‌ها مشکل داشته باشن، برای همین دارم یه سری توضیحات میدم در مورد اینکه خیلی تو بازار هستن 1 سال طرف هنوز مثلا میدونه که مثلا خط روند چجوریه، اما نمیدونه که مثلا از شادو باید بگیره، از بادی باید بگیره. از نظر ما اصلا اهمیت نداره، فقط تعداد برخورد بیشتر برای ما ملاکه. نگاه کنید اینو، این میشه یک دونه خط روند. شما میگی آقا این دو تا زده بالا، خوب زده باشه بالا. اولویت اینه که تعداد برخورد بیشتری بگیریم. نگاه کنید تعداد برخورد بیشتر، همین، هرچی تعداد برخورد بیشتر باشه از اعتبار بیشتری برخورد داره. خب فکر کنم دیگه متوجه شده باشید. بریم قسمت مبحث بعدی. نوت برداری کردم که به ترتیب خدمتتون بگم، چیزی رو جا نندازم.
نکنید سبک معاملاتی من پرایس اکشنه. از ایچیموکو هم یکی دو تا تاییدیه ریز میگیرم، ولی 80% اولویت من پرایسه، یعنی عرضه و تقاضا. این همه خط خطوطی که میکشم فقط برای اینه بفهمم کجا بازار فروشنده است، کجا بازار خریداره. همین، بقیهش از نظر من اهمیتی نداره. خب در مورد شکست ها بیا صحبت کنیم. ما چطور میتونیم بگیم یک سطحی شکسته شده؟ نکنید برای اینکه یک سطح بشکنه ما 2 تا دلیل برای شکست میخوایم. من این چیز خدمتتون نشون بدم، مثال پیدا کنم. شکست یکی این که وقتی اون کندلی که قراره یک خط و یک مقاومت و یک حمایت رو بشکونه، با یک کندل قوی باید بشکونه، با هر کندلی قبول نیست. اینجا نگاه کنید، نه این مثال خوبی نیست. بازار این یه مدتی انقدر نوسان‌های بد میده و در حالت عادی خودش انقدر بی‌نظمه، ولی الان بی‌نظم‌تر هم شده. خب نگاه کنید این نقطه، ما در اینجا نگاه کنید، این یه نقطه حمایتیه برای ما. چجوری کشیدم؟ 1 برخورد، 2 برخورد، 3 برخورد، 4 تا، 5 تا، 6 تا. من اینو میتونم بیارم پایین تر، ولی اون تعداد برخوردها رو ازش نمیگرفتم. میدونی چی میگم؟ ما تعداد برخوردهای بیشتر برای ما بلاکه، هر چی تعداد برخورد بیشتر، اون نقطه برای ما با اهمیت تره و اولویت بهتری داره. خب نگاه کنید، ما تو این نقطه شکست اتفاق افتاده. خب شما الان میتونی بگی آقا این نقطه بازار رو فکر کن اصلا ما ندیدیم، فکر کن بازار اینجاست. شما میتونی بگی آقا اینجام شکست اتفاق افتاده. ما این رو به عنوان شکست معتبر قبول نداریم. چرا قبولش نداریم؟ از نظر ما شکست معتبره یک با یک کندل قوی و پرقدرت بیش از 50%ش زیر نقطه شکست کلوز بده. یعنی این بدنه کندل بیشتر از 50%ش زیرش کلوز بده. و دو اینکه برگشت به بالای خط روند نداشته باشه. نکنید اینجا شکسته، ولی باز دوباره کندل بعدی دومی اومده رفته داخل. اینجا رو نگاه کنید، شکسته، کندل بعدیش رو میبینید دوباره یه دونه قوی اومده پایین، بهش نفوذ نکرده. این برای ما مهمه. و نکته بعدی این که همه شکست ها معتبر نیستن، خیلی از شکست ها فیکن. ولی یکی که یک دلیل و یک راهکاری که باعث میشه شما ضعفاتون و اشتباهاتتون تو معاملات توش بشه چیه؟ در جهت روند معامله کردنه. حتی اگر یک زمانی شکست فیک هم اتفاق افتاده باشه، مثال دارم میگم، یک مقاومتی شکسته ولی فیک بودت بالاش میره، اگر شما روند پشت سرت نزولی باشه، جهت روند منظورمه، نکنید اینجا خدمتتون توضیح بدم بهتر متوجه میشید. نگاه کنید این قسمت، فکر کنید روند پشت سر چیه؟ نگاه کنید نزولی، براتون خطش رو بکشم. روند نزولی یعنی چه؟ روند نزولی یعنی روندی که کف و سقف‌های پایین‌تر تشکیل داره میده. نگاه کنید کف و سقف‌های پایین‌تر، این یه روند نزولی، درسته؟ پس روند پشت سر ما نزولیه. اینجا یک کفی رو از دست دادیم، یکی دوباره هم فیک شده. اگر شما حتی فیک شده و وارد معامله شدی اما در جهت روند بوده، یعنی در جهت روند پشت سر نزولی، شما وقتی اینجا وارد معامله سل میشی، حد ضرر کجا میره؟ میره تو تایم، حالا ببین ما معمولا توی تایم 15 دقیقه که معامله نمی‌کنیم، اسکالپ بریم 1 دقیقه و 5 دقیقه، ولی فکر کن شما الان تایم 1 دقیقه است، شما می حد ضرر رو بالای سقف قبلی میذاری، درسته؟ یعنی کجا؟ اینجا هیچ وقت حدت نمیخوره.
سوال من و حرف من اینه، شما زمانی که در جهت روند اصلی معامله میکنی، اگر اشتباهی هم بکنی تا 70% اون اشتباه قابلیت جبران داره، چون روند نزولی میرزه به هر حال، یعنی 70% این اتفاق میفته. بر همین بزرگای بازار همیشه میگن در جهت روند معامله کنید. ما خودمون رو یه سری جا خلاف جهت معامله میکنیم اسکر، ولی خب ریسک همیشه میگیم بالاست. ولی در جهت روند همیشه حرکت کنی، حتی اگر یک جای اشتباهی کردی، دیدت اشتباه بوده، مثلا اینجا شکسته دوباره برگشته بالا، شما میگید آخ اشتباه کردم که. اما وقتی شما حدش رو میذاری بالای سقف قبلی، چون روند پشت سرم نزولیه، بازار بهش اجازه نمیده سقف بالاتر بزنه، 70% این اتفاق نمیفته. این باعث میشه شما توی معامله ضرر نکنی، آخرش بریزه. خب این از این. حالا نکته بعدی چیه؟ روندها. ما روند رو چطور تشخیص بدیم؟ خیلی ها میگن که آقا یه روند اگر سقف، مثال روند نزولی، خب طرف میاد میگه آقا این سقف این کف، این سقف این کف، بیاد یک دونه سقف بالاتر بزنه، میگه آقا روند نزولی شکسته شده. این حالت نیست. ما حتما برای اینکه یک روند نزولی شکسته بشه، کف و سقف بالاتر از کف و سقف قبلی باید بزنیم. یعنی یه دونه سقف مهم نیست، هم سقف و هم کف. بذاریم براتون بکشم، اینطوری بهتر متوجه میشید. این یه روند نزولی. ما اگر این بیاد بالا نمیگیم، نکن گوشمون تیز میشه، ولی نمیگیم روند نزولی تموم شده. تا کی؟ تا زمانی که یک کف بالاتر از کف قبلی بزنه. این میشه سقف ما، خب سقف بالاتر زده. این میشه کف ما، یک کف بالاتری زده. اگر زده اون وقت میتونیم بگیم روند داره تغییر میکنه. در غیر این صورت با یک سقف بالاتر نمیتونیم. یا برعکس، شما فکر کن یک روندی، شما یه روند رو در نظر بگیر، این یک دونه روند سعودی. خب ما تا زمانی که یک سقف و یک کف پایین‌تر نزدیم نمیتونی بگی شکسته شده. خیلی‌ها واکنید طرف میاد اینجا یه دونه سقف پایین‌تر دیده، درجا اینجا سل میگیره، نمیشه که. آخرین کف و سقف مهم برای ما کجا بوده؟ این و این. اگر شما یک سقف پایین‌تر دیدی، باید یک کف پایین‌تر از این کف هم ببینی تا بگی این روند تموم شده، روند سعودی پشت سرش تموم شده و روند ما نزولی شده. در غیر این صورت نمیتونیم چنین چیزی بگیم. پس همیشه یادتون باشه روند سعودی روندیه که هر دفعه کف و سقفی بالاتر از کف و سقف قبلی بزنه، هم کف هم سقف. نزولی هم همینطور، کف و سقفی پایین‌تر از کف و سقف قبلی بزنه. یک کف مهم نیست، هم کف و هم سقف. این قانونشه. خیلی ها که میبینی وارد معامله میشن و حدشون میخوره اشتباه میکنن، این نکته رو در نظر نمیگیرن. من نوع آموزشم یه جوری که شاید یه سری مسائل با همدیگه عنوان میشه، چیزی که تو لحظه یادم میاد و بهتون میگم که دوباره فراموش نکنم. حالا در انتهای قسمت پرسش و پاسخ اگرم سوالی بود بپرسید، اونجا بیشتر راهنماییتون میکنم. شاید یه نکته رو مثلا یادم بره. ما میخوایم تو این 6 ساعتی که امروز و فردا داریم یه جوری سریع دارم آموزش میدم. حالا شما بعداً میتونید ویدیوها رو خوب ببینید. دارم یه جوری سریعتر آموزش میدم که بتونیم استراتژی تمام نکات مهمم بگیم. فعلا امروز یه سری مسائل ابتدایی داریم، اگر برسیم آخرش یه سری در مورد استراتژی هم صحبت میکنم. حالا خب نکته بعدی چی شد؟ داشتم اینو میگفتم. برای اینکه یک سطحی بگیم شکسته شده، یک اینکه کندلی قدرتمند حداقل 50%ش زیر اون کف یا بالای اون سقف ببنده، کندل بعدی دوباره بالای اون سطح بر نگرده. خب این دو تا نکته برای ما مهمه. یه چیزم خدمت بگم، شاید خیلی وقتا اتفاق بیفته ولی باز بره بالاش، بگی آقا برای شما گفتین این شکست معتبره. بله، بازی ما بازی احتمالات، برای همین داریم میگیم اگر میدونستیم 100% این اتفاق میفته که همه سرمایه‌دار میشدن. بازی احتمالاته. ما داریم تو این شرایطی که میبینید شما در حالت عادی چارت بسیار بی‌نظمه، داریم دنبال یه نظمی توش میگردیم که یک کم
شرایط معامله برای ما راحت تر بشه، بتونیم به قول طرف از این بازار سود خودمون رو بگیریم. 100% وجود نداره، احتمالات همش. خب حالا میخوایم برسیم در مورد الگوها. بازم میگم بچه اگر دارم مطالب رو سریع میگم، چون اینا همونطور که اول گفتم این کلاس بیشتر به درد افرادی میخوره که 1 سال حداقل داخل بازار هستن و این اطلاعات رو دارن، ولی من دارم یه دونه گذری ازش دوباره میکنم تا به مبحث اصلیمون که استراتژی و نحوه خرید فروش و اینا برسیم، ولی دارم کلیت مسائل رو میگم. الگوها، نکنید ما الگو خیلی داریم. شما ببینید الگوهای هندسی رو ببینید بالای چند هزار تا الگو داره، ولی ما از یه تعدادشون استفاده میکنیم. خود من از خط روند، کانال، مثلث، الگوی الماس، همین شاید در حد، البته مثلث میام که 4 5 مدل مثلث، نهایت 10 تا الگو دارم استفاده میکنم. با بقیه الگوها کار ندارم. یه چیز یادتون باشه، برای اینکه شما سود بشید نیاز نیستش تمام تکنیکال رو حفظ بشید، تمام الگوها رو حفظ شید. شما 2 تا 3 تا استراتژی داری تو بازار، تو تایم پایین که ما معامله میکنیم حداقل روزی چند تا اتفاق میفته، یک دونش هم بگیری سودتو کردی. همینجا وسط آموزش حالا یه نکته‌ای در مورد روانشناسی هم خدمتتون بگم. برای کسی که تریدر نیست، تازه داره وارد این حوزه میشه، تکنیکال 10% هم مهم نیست، 90% اون روانشناسی است. اما زمانی که شما روانشناسیت اوکی شد، مدیریت سرمایه‌ات اوکی شد، ریسک به ریواردت اوکی شدش، 70-80% بازار اینه، 2-3 سال این قضیه طول میکشه، اون زمان تکنیکال اهمیت داره. چرا؟ شما که میتونی بر روح و روانت کنترل داشته باشی، مدیریت سرمایه داشته باشی، ریسک به ریوارد داشته باشی، تکنیکال به کمکت میادش، معاملات درست میگیری. وقتی میشه وین ریت 70%، با روانشناسی درست شما یک معامله سودده و عالی میکنه. همینجا این نکته رو خدمتتون بگم. از نظر من قبلا هم گفتم پکیج فروش، سیگنال فروش، اینها همشون تکنیکال رو بلدن. شما برای اینکه در مبحث تکنیکال حرفه‌ای بشی نهایت 1 سال زمان نیاز داری، اما طرف می‌بینه 3 سال 4 سال داخل این بازار هست، آخرش هم میاد بیرون و تریدر نمیشه. چرا؟ چون نمیتونه بر روانش مسلط باشه. برای همین من همیشه میگم اون تریدری که میاد میگه من سیگنال میدم، من میام کلاس آموزشی میذارم پولی، اون نتونسته بر روح و روانش تسلط پیدا کنه، نتونسته سودده بشه، مجبوره چون اصول رو بلده، تکنیکال رو بلده، بیاد رویا فروشی کنه به شما بگه آقا من اینقدر سود میکنم. قبلا هم گفتم حساب‌های سنت لایت فایننس، 2 تا $20 2 تا حساب باز میکنه میشه 2000 سنت. کسی نمیدونه این سنته که همه بگو دلاره، هیچ جا نمیزنه این سنت. 2 تا معامله همزمان باز کن، توی حساب بزن بای، توی حساب بزن سه، بعد بیا از باید بذار بگو وای من امروز $1000 سود کردم. همه ملت میگن رویا فروشیه دیگه، دمش گرم چقدر کار درسته. اما اونی که میاد این کارا رو میکنه به خاطر اینه که نمیتونه بر احساسات خودش کنترل داشته باشه و در انتها میاد سیگنال فروش میشه، میادش رویا فروشی میکنه. ما الان دوستی داریم 60 سال سنشه، فامیلش گرانه، سرمایه‌اش $5 میلیون خب تو حسابش، اصلا این استا رو قبول نداره، اصلا وقت، حتی همین امروز داشتیم با هم صحبت میکردیم، میگم اصلا وقت ندارم. بهش گفتم بس آموزشی رو دارم میذارم، گفت آقا حوصله داری ول کن بچسب کار خودت. گفتم نه من علاقه دارم. گفت من نمیتونم. کسی که واقعا داره از این بازار سود در میاره، حالا من خودم برام لذت بخشه همون انرژی مثبتی که از دوستان میگیرم، ولی کسی که واقعا داره از این بازار داره سود در میاره، دنبال پول گرفتن از سیگنال و آموزش به شما نیستش که خب پولش رو در میاره دیگه، چون نتونست تو اون قسمت دوم که مهمتر از تکنیکاله به اون تسلط تو خودش برسه، تو روانشناسی موفق نشده. اینو دارم خدمتتون توضیح میدم. خیلی از دوستان به من پیام میدن آقا ما 1 سال تو بازاریم، 2 سال تو بازاریم. تکنیکال 1 ساله، شما 2 سال 3 سال باید خاکخوری کنی تا به سوددهی برسی. حالا میریم جلوتر روانشناسی رو بیشتر براتون باز میکنم، خیلی از مسائل است که باید خدمتتون توضیح بدم. تکنیکال 20% 30%، زمانی تکنیکال 70% برای من برای ارزش داره که من روانشناسیش رو تو خودم حل کردم، مدیریت سرمایه و ریسک ریوارد تو خودم حل کردم، برای من 70% میارزه. اما اون تریدری که 1 سال تو بازار هنوز نمیتونه احساساتش رو کنترل کنه، به دردش نمیخوره تکنیکال تو این مرحله. شما اول باید مشکل احساسات و مدیریت سرمایه و ریسک ریوارد حل کنید. حالا میریم جلوتر این بیشتر توضیح میدم. رسیدیم به الگوها. خط روند رو که خدمتتون چند بار گفتم، این میشه خط روند. درسته؟ این میشه خط روند.
یه خط رونده، یه برخورد، دو برخورد، سه برخورد، چهار برخورد و اینجا دیدید شکسته، یه پول بک ریخته. روند پشت سر چی بوده؟ نزولی بوده. شما در جهت روند بگیری همیشه برنده‌ای. تریدرهای بزرگ، اونهایی که سرمایه‌های سنگین دارن، یک معمولا اسکلپ نمی‌کنن، همیشه در جهت روند وارد میشن با ریسک بسیار کم. 70% 80% اوقات هم سوده هستن، به خاطر اینکه در جهت روند معامله میکنن. تویی که تازه وارد بازار شده، 1 سال 2 سال تو بازار هستی، برای اینکه اشتباهاتت پوشونده بشه همیشه در جهت روند اصلی معامله کن. چطور؟ اگر تو تایم 1 دقیقه داره معامله میکنی، روند اصلی رو تو 15 دقیقه بگیر. اگر تو تایم 15 دقیقه معامله میکنی، روند اصلی رو تو 1 ساعته بگیر. اگر تو 1 ساعته معامله میکنی، روند اصلی رو تو روزانه بگیر. روند 2 تا تایم برو عقب‌تر، بر اساس اون معامله کن. خلاف روند معامله نکن. حرفه‌ای‌هاش هم وقتی خلاف روند معامله میکنن خیلی وقتا ضرر میدن. بچه‌ها یه بار دیگه صدای منو دارید؟ اوکی، مشکلی نیستش. اوکی. خب رسیدیم به الگوها. خط روند که خدمتتون گفتم این شد خط روند. خب مقاومت حمایت هم که خدمت گفتم با اینم معامله میکنیم، این مشخصه. بریم دنبال الگوها. ببین چند تا الگوی الماس که یه الگویی که البته یه سری اختلاف نظرها هست در مورد مثال الگوی الماس. الگو الماس به این شکله، خدمتتون بکشم اینجوریه تقریبا. حالا این الگو الماس نیست، میخوام تقریبی دستت بیاد. چه شکلی؟ دقیقاً شکل الماس. یه سری از مراجع اومدن گفتن آقا روند پشت سر صعودی خورده به این الگوی الماس، روند برعکس شده نزولی. یه عده اینو گفتن. یه عده گفتن نه، ادامه دهنده است، روند پشت سر صعودی بعدش هم دوباره بعد از الماس میشه صعودی. من نظرم بیشتر رو اولی است. اکثر جاهایی که من با الماس معامله کردم روند پشت سر رو برعکس کرده. خب ولی روند پشت سر رو ما تو تایم پشت سرش هم نگاه میکنیم. یعنی چی؟ تو تایم 1 دقیقه دارم معامله میکنم، میبینم که آقا تو 1 دقیقه سعودیه، خورده به الماس، اما تو روند 15 دقیقه هم سعودیه. من اینجا وارد معامله سل نمیشم. یعنی چی؟ برعکسش نمیگیرم. چه زمانی وارد میشم؟ چون الماس گفتیم یه الگویی که زیاد تو بازار پیش نمیادش، ولی خب یه الگویی که من خودم به شخصه باش خوب معامله میکنم. من میام چیکار میکنم؟ میبینم آقا تایم فریم 15 دقیقه سعودی، خب تو 1 دقیقه نزول اتفاق افتاده، یه ریزموج نزولی داریم خورده به الماس. من اینجا منتظرم چی؟ صعود بده. چرا؟ چون روند پشت سرم تو 15 دقیقه سعودی بوده. یه بار دیگه خدمتتون توضیح بدم گم نشید. ما یه تایم فریم 15 دقیقه داریم. من که تو 1 دقیقه اسکالپ میکنم، تو 5 دقیقه اسکالپ میکنم، روند رو میام تو 15 دقیقه میگیرم. تو 1 ساعت و 4 ساعته که نمیگیرم که. میام 15 دقیقه نگاه میکنم، خب روند سعودیه. میام تو 1 دقیقه میرم یک دونه الگوی الماس تو کف تشکیل شده، یه ریزموج نزولی هم قبلش هست. درسته؟ با توجه به اینکه من میگم الماس روند رو برعکس میکنه، پشتش هم نزولی بود تو 1 دقیقه و تو 15 دقیقه ما صعود داریم، اینجا ما دنبال صعود میگردیم. بذار برات بکشمش دستت بیاد. این تایم 15 دقیقه ما، درسته؟ خب این 15 دقیقه ما شد. خب میایم توی 1 دقیقه، توی کدوم قسمت؟ توی این قسمت اصلاحیش، اینجا توی 1 دقیقه اینجا میبینیم یک دونه ریزموج نزولی داریم. اینجا یه دونه الماس تشکیل شده، درسته؟ وقتی میبینم روندم تو اصلی 15 دقیقه صعوده، توی این 1 دقیقه هم توی نزول به الماس خوردم و من میگم الماس روند رو برعکس میکنه، اینجا من دنبال معامله بای میگردم تو در جهت روند اصلی 15 دقیقه من هستش. آقا زبونمون گرفتی، آبی بخوریم، یه دقیقه تنفس. این میشه در جهت روند معامله کردن. خب این یه نکته. با موبایل کار کردن خیلی راحت تره، اینجا پاک کردناش وقت ما رو میگیره. خب این شد الگوی الماس. خب مثلث ها چی؟ ما چند مدل مثلث داریم. یه مثلث ما مثلث ادامه دهنده بهش میگیم. این
پایین توی این قسمته. خب اینجا خب این حالت اتفاق میفته. نکنید بد کشیدمش. بذار یه بار دیگه برات بکشمش. این از این اینطوری 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 اینطوری. خب ما اینجا میگیم مثلث. نکن این مثلث این مثلث. حالا این چه شرطی داره؟ سقف‌های پایین‌تر، کف‌های بالاتر. نکن این خیلی مهمه. در جهت روند اصلی میگیم ادامه دهنده است. یه صعودی داریم تو این اصلاحه یه مثلثی تشکیل داره میشه که سقف‌های پایین‌تر و کف‌های بالاتر داره میزنه. 90% مواقع این میپره میره بالا در جهت روند اصلی. خب یه حالا فشردگی داستانش چیه؟ حالا نه این قسمت، تو وجهات هر جایی که فشردگی میبینی، فشردگی قیمت به این حالته که قیمت اونجا داره استراحت میکنه. نکنید ما یه روند صعودی داریم، یه روند صعودی داریم. خب این اومد صعودی، این روند صعودی ما. خب قیمت میبینه اینجا داره اینطور رنج میزنه. خب فروشنده ها انقدر قدرت ندارن قیمت رو بکشن پایین. ما در جهت روند اصلی بیشتر دنبال معامله بای میگردیم. میدونید بگم این فشردگی باعث میشه که چی؟ زورش رو خریدارا دوباره جمع کنن. فروشنده ها به زورشون نمیرسه بکشن پایین، خریدارها زورشون رو جمع کنن، یه استراحتی بکنن، دوباره بپره بره بالا. این بحث فشردگی است. توی مثلث هم همین اتفاق افتاده. فشردگی شد یه دونه مثلث ادامه دهنده، پس شدش توی اصلاحش سقف‌های پایین‌تر و کف‌های بالاتر. این میشه ادامه دهنده. دو تا ادامه دهنده دیگه هم داریم، رایزینگ وج، فالینگ وج. اینا چیه؟ من اینا رو پاک کنم تا اونا رو هم خدمتتون بگم. رایزینگ وج، فالینگ وج. نکنه این میاد بالا، یه دونه اینطوری، این میره بالا. خب این چه اتفاق افتادش؟ سقف‌های پایین‌تر، کف‌های پایین‌تر. ببینید نکن یه روند صعودی داریم، سقف‌ها اومده پایین‌تر، کف‌ها اومده پایین‌تر. این قسمت انتهای مثلث یا همون وج نکن همینطوری داره نازک‌تر میشه، فشردگی ایجاد شده، میپره میره بالا. خب این میشه فالینگ وج. رایزینگ وج چی میشه؟ دقیقاً برعکسشه. روند پشت سر نزولی، روند پشت سر نزولی. خب نکن حالا من اگه زیاد بد میکشم در بند نباش، اصلا اینه که یاد بگیری. اینجا چه اتفاق میفته؟ یه روند نزولی داریم. اینجا وج چه اتفاقی افتاده؟ سقف‌های بالاتر، کف‌های بالاتر. نکن اینجا اینطوری اتفاق میفته تو این قسمته. نکن سقف‌های بالاتر، کف‌های بالاتر. می‌بینی سقف‌هاش بالاتره، کف‌هاش هم بالاتره. خب به این میگن رایزینگ وج، میره بالا میریزه به خاطر اون فشردگی که داره است. خب این دوتا هم ادامه دهنده است، پشت سر نزول نزول، صعود صعود. این سه تایی که گفتم به عنوان ادامه دهنده باید یاد بشه. در بقیه ما منتظر شکست میمونیم. یعنی چی؟ یعنی اصلا نکن شکست که میگم شما میتونید یه پیش زمینه 60-70% داشته باشید. ما معمولا میگیم وقتی روند بالاتر صعوده، تو روند پایینتر 70% دنبال صعود میگردیم. مثلا رمز موفقیت اینه، این یه روند صعودی، درسته؟ کف و سقف‌های بالاتر. ما اینجاها اگر یک دونه مثلث مثلا ببینیم، مثلث صعودی، نکن ما ببینیم مثلث صعودی، ما به این میگیم مثلث صعودی. سقف ثابته اما کفا میاد بالاتر.
خب ما وقتی توی روند صعودی ببینیم احتمال اینکه در جهت روند حرکت کنه 70%. وارد معامله نمیشیم ولی این دید رو داریم که روند پشت سر ما صعودیه، در جهت روند حرکت کنیم. ولی این بهش مثلا میگن مثلث صعودی. کفا ثابت، کفا به سمت بالا، سقف ثابت. خب ما معمولا در این موارد میگیم آقا منتظر شکست میمونیم که از کدوم سمت بشکنه. اما خود من خیلی جاها بالا بسته به شرایط داره روند رو میبینم، کندل ها رو میبینم، زور کندل ها رو میبینم. قسمت اول اومدم توضیح دادم که یک کندل از 4 قسمت تشکیل میشه چه چیزایی رو ما میفهمونم. الان دوباره اینو خدمت توضیح میدم. بر اساس شکل کندل قبل از شکست وارد معامله میشم. چرا؟ چون اگر ما خیلی وقتا وایسی ببین شکست اتفاق بیفته، یه مسیری رو رد کرده. ما که داریم تو تایم فریم 1 دقیقه و 5 دقیقه معامله میکنیم، تیپ 1 ما از دست میره. برای همین اکثر مواقع ما باید زودتر از شکست وارد معامله شیم که اینو خدمتتون توضیح میدم. این مثلا شده مثلث صعودی. ما در این موارد میگیم آقا یا حالا وجه های دیگه که اتفاق میفته، نه همشون میشه وجه. مثلا هر چی که شکل اینطوری باشه بهش میگیم وج. خب کنج انگلیسیش میشه وج. منتظر شکست میشیم که آقا کجا این شکست اتفاق افتاد در جهت روند معامله بگیریم. اما خیلی وقت شما میتونید زودتر وارد معامله بشی. این زودتر وارد معامله شدن رو حالا توی استراتژی گرفتیم جلوتر من خدمت توضیح میدم. شما اگر بخوای خیلی جا وایسی بشکنن، خیلی از معاملات از دست در میره. تیپ یکیشو داده، نمیتونی وایسی که. خب در مورد الگوها که خدمتتون توضیح دادم، حالا تو پرسش پاسخ اگه حالا خیلی از بچه‌ها سوالاتی دارن میپرسن، اونجا باز بیشتر توضیح میدم که بچه‌ها دستشون بیادش، همه رو با مثال براشون توضیح میدم. خب این شده چی؟ الگوها. حالا تاییدیه ها چیه؟ من گفتم ما تاییدیه میگیریم از ایچیموکو، یکی دو تا تاییدیه. تاییدیه که من از ایچیموکو میگیرم چیه؟ من ایچیموکو رو انداختم رو چارت. من از ایچیموکو یک اینکه کراس بایوسل میگیرم، یعنی اصلی ترین 80% چیزی که از ایچیموکو استفاده میکنم همینه، کراس بایوسل. اینجا ناکن کراس بایوسل چی میگه؟ اصلا این دو تا خط چی هستن؟ یکی تنکنسنه، یکی کیجنسن. این قرمزه تنکنسنه، پایین کیجنسن. خب چی یعنی اینا؟ ناکن تنکنسن 9 روزه است، کیجنسن 26 روزه است. چیو نشون میده؟ کمترین قیمت و بالاترین قیمت توی این 9 روز رو، یعنی ناکن شما فکر کن 9 تا کندل داری توی این بازی که نگاه کنید، فکر کن بازی 15 دقیقه، کمترین قیمت این 9 تا چند بوده؟ بیشترین قیمتش چند بوده؟ این دو تا عدد تقسیم بر 2 میکنی. حالا میانگین متحرکات تمام کندلا بسته شدنش رو جمع میکنن، تقسیم بر مثلا اون تعداد میکنن. اما این اینجوریه که کمترین قیمت و بیشترین قیمتش رو جمع کنی تقسیم بر 2 میکنی، میشه این خط بالایی. خط پایینی میشه 26 روزه. کمترین و بیشترین قیمت تو 26 روز رو جمع میکنی تقسیم بر 2 میکنی. حالا این توضیح ریاضیش به درد شما نمیخوره، من دارم مسائل رو جوری راحت خدمتتون میگم بتونید استفاده کنید. نکنید کلمات قلم به سلم به استفاده کردن جوری بخوام توضیح بدم که متوجه نشی فایده نداره. خب وارد جزئیات بخوام بشم فایده نداره. ما یه استاد هندسه‌ای داشتیم توی دانشگاه، فامیلش یادم نمیاد، الان 15 سالی گذشته. میگفتش که آقا درس هندسه است. 3 ساعت اون زمان ما دانشگاه کلاس میرفتیم. دانشگاه پیام نور محمود آباد بودم من، رشته کامپیوتر. میگفتش که این 3 ساعت کلاس، پیام نور که میدونید که کلاساش اون زمان، حالا نمیدونم الان چه شکلی، اون زمان دوره ما کتابمون شبیه قرآن بود، 1000 صفحه بود. من یه کتاب داشتم هوش مصنوعی 1000 صفحه، 7 بار خوندمش، باز واسه سر جلسه میترسیدم بیفتمش، انقدر سخت بود. اون دوره این مدلی بودش، ما فقط کتاب میخوندیم. برای همین اون زمان پیام نور جزو کسایی بود که واقعا باسوادترین بودن، چون انقدر میخوندن. شاید قبول شدن تو روزانه اون زمان سخت‌تر بود، ولی کسی که وارد پیام نور میشده شاید راحت‌تر وارد میشد، ولی اون داخل آب دیده میشد دیگه، انقدر سخت بود. تو کلاس هندسه استاد میگه آقا این 3 ساعت رو دیدی، تو 1 ساعت اول من کامل متوجه میشم، شما 1 کم متوجه میشید. تو 1 ساعت دوم من 1 کم متوجه میشم، شما اصلا متوجه نمیشید. در 1 ساعت آخر نه من متوجه میشم نه شما متوجه میشید. سر همدیگه رو درد نیاریم. خب برای همین میگفتش که آقا این سوالای بی ربط نکنید. اینم دارم خدمت میگم اینه که من میتونم خیلی بیام مسائل رو خدمتتون سخت کنم، هدفم این نیست. هدفم اینه جوری توضیح بدم که بتونید ازش استفاده کنی، به دردت بخوره. این نکته. حالا کلاس بایوسل چیه؟ ناکن ما میگیم زمانی که این خط قرمزه خط آبیه رو به سمت بالا بشکنه، سر هر دو به سمت بالا باشه، قبلش هم از طریق پرایس تاییدیه کف و سقف بالاتر ناکن
یه ریزشی داشتیم، 2 تا کف سقف بالاتر دیدیم. این 2 تا خط هم زیر این کف سقف دوم هم گرفتن، یعنی یه جوری حالت حمایتشونه. ما انتظار سود ازش داریم که اتفاق هم افتادش، رو حداقل ریوارد 2 هم داده، خیلی بالاتر هم داده. من تاییدیه که از ایچی میگیرم همینه. اینجا ناکن کلاس بای و سل.